بنا به خبرهای رسیده یکی از جوانان فعال زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان خوشروز جمعیف که با تخلص خوشام گلم معروف بود روز 20 مارس در شهر خوروغ دستگیر شده است. او نبیره شودولتوف رئیس سابق ولایت مختار کوهستان بدخشان بود. بابای خوشروز جمعیف یک هفته پیش شب 14 مارس از عالم چشم پوشید. به گفته یک منبع پایگاه خبری بامداد خوشام گلم زمانی از جانب کارمندان امنیتی دستگیر شد که از شودره به مرکز ولایت آمده بود. سبب بازداشت و بچه متهم شدن این فعال جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان نورافشان باقی میماند. علیم شیرزمانوف یکی از رهبران اپوزیسیون تاجیک که در اروپا قرار دارد و نخستین شده خبر بازداشت خوشام گلم را نشر کرد میگوید او روز 25 مارس ساعت تقریبا 13 در شهر خوروغ دستگیر شده است. بنا به اطلاع علیم شیرزمانوف خوشام گلم بعد حادثه های ماه نوامبر سال 2021 از دوشنبه به بدخشان رفته با اعضای کمیسیون 44 که از حساب نمایندگان جامعه شهروندی برای مذاکرات با مقامات و نظارت جریان اجرای طلب‌های اعتراضگران خوروغ تشکیل شده است فعالانه همکاری داشت. خوشام گلم 23 سال دارد، خیلی جوان امیدبخش و آگاه. خوشام گلم بلاگر معروف بود و در شبکه‌های اجتماعی بیشتر درباره تاریخ و زبان‌ها و فرهنگ مردم پامیر مطلب‌ها نشر می‌کرد. اما بعد حوادث اخیر خوروغ و روشقله او در چند مطلبش از طلب‌های اعتراضگران خوروغ که به جوابگری کشاندن گناهکاران مرگ گلبدین زیوبکوف و برداشتن پاسگاه‌ها را طلب داشتند حمایت می‌کرد. پامیر دیلی نیوز پایگاه خبری که مسائل بدخشان را پیگیری میکند خبر داد که بنا به اطلاع منابعش خوشام گلم حالا در بنای ریاست کمیته دولتی امنیت ملی ولایت مختار کوهستان بدخشان در شهر خوروغ قرار دارد. این نشریه نیز از سبب بازداشت این فعال جامعه شهروندی اظهار بیخبری کرده نوشته است که خوشام گلم به دایره‌های جنایی و دیگر دایره‌ها ربط نداشت و نماینده جوانان روشنفکر به شمار میرفت. بعد اعتراضهای ماه نوامبر سال 2021 در بدخشان چندین نفر از فعالان بدخشان به حبس گرفته شدند، از جمله ورزشگر معروف زاده بدخشان چهارشنبهیف و یکی از رهبران جمعیت بدخشانی‌های روسیه امردین علووچوف و چندین نفر دیگر از جمله صادق احمدبیکوف و توتیا امیرشویف در فرودگاه‌های دوشنبه و عضو کمیسیون 44 افتخار سعیدبیکوف در خوروغ دستگیر شدند. با این حال در رابطه با کشتار گلبدین زیوبکوف که سبب اعتراضها در خوروغ شد با گذشت قریب 4 ماه یگان نفر گناهکار معین و دستگیر نشده است.